شناخت تمدن 3000 ساله که 170 فرعون بر آن فرمانروایی کردند بسیار ارزشمند است. فراعنه در مصر باستان از دو جهت سیاسی و دینی دارای منزلت بودند. با وجود اینکه رویکرد هر کدام از این فرمانروایان متفاوت بود، اما تقریبا همه آنها نقشی الهی در نظر مردم داشتند. در ادامه 10 مورد از معروفترین فراعنه مصر را معرفی خواهیم کرد. جوزر شاید معروفترین فرعون مصر از سلسله سوم باشد، اما از زندگی او اطلاعات کمی در دسترس است. آنچه که باعث شهرت این فرمانروا شده دستور ساخت هرم معروف پلکانی در ساغارا می باشد. این هرم اولین سازه‌ای بود که به صورت پلکانی طراحی شد. پیکر جوزر نیز پس از مرگش در اعماق این هرم دفن شده است. خوفو یکی از فراعنه سلسله چهارم می باشد که هرم بزرگ جیزه عظیمترین میراثش است. این هرم نزدیک به 4000 سال رکورد بلندترین بنای دستساز بشر را به خود اختصاص داده. خوفو این سازه پلکانی را به عنوان راه پله‌ای تصور می کرد که او را به بهشت می رساند. هنوز هم نحوه ساخت این سازه عظیم به عنوان یک راز باقی مانده است. حتشبسوت پنجمین فرعون از دودمان 18 پادشاهی مصر باستان بود که 22 سال مقام فرعون را بر عهده داشت. احتمال می رود که 7 سال از این مدت را همراه با پسرخوانده‌اش توتموس سوم به فرمانروایی پرداخته است. او تنها زنی بود که هم نقش ملکه و هم نقش پادشاه را بازی می کرد. دوره حکومت حتشبسوت اوج قدرت و شکوفایی مصر در هر زمان دیگری بود که بیشتر به عنوان عصر طلایی مصر شناخته می شود. پس از مرگ حتشبسوت توتموس سوم به قدرت راستین دست یافت. او آنچنان امپراتوری پدید آورد که تا آن زمان در مصر دیده نشده بود. توتموس سوم 17 بار لشکرکشی کرد و از شمال سوریه تا 4مین آبشار بزرگ نیل را زیر پرچم خود درآورد. در دوره پادشاهی او معماری به بالاترین هنر خود رسید و چه پیش و پس از پادشاهی او هرگز همانندی نیافت. هرچند که این اصلاحات به دلیل رقابت با نامادری پرقدرت خود حتشبسوت بود. در طول 38 سال سلطنت آمنحتب سوم صلح و رفاه تا حد زیادی در مصر برقرار بود. در واقع دستاوردهای آمنحتب سوم به عنوان فرعون بیشتر فرهنگی و دیپلماتیک بود تا نظامی. تعداد کمی از فرعونها می توانند با میراث معماری و هنری او رقابت داشته باشند. آخناتون پسر آمنحتب سوم بود که در بدو تولد آمنحتب چهارم نامیده شد، اما او مطابق با اعتقادات توحیدی خود نامش را تغییر داد. او این نام را تقدیس آتن، یعنی آنچه که معتقد بود خدای واقعی است، برگزید. همسر آخناتون نفرتیتی نیز سهم قابل توجهی در انقلاب دینی وی داشت. البته پس از مرگ آخناتون مصر به سرعت به شرک و خدایان سنتی که در دوره وی نفی شده بود بازگشتند. توت آنخ آمون در بین همه فراعنه مشهورترین است. او هنگامی که به سلطنت رسید فقط 10 سال داشت و جوانترین فرعون تاریخ مصر بود. اما شهرت این فرعون جوان نتیجه دستاوردهای خارق‌العاده او نیست، بلکه کشف آرامگاه وی در سال 1922 که یکی از بزرگترین یافته‌های باستانشناسی قرن 20 بود، عامل اصلی شهرت اوست. این فرمانروا فقط 10 سال سلطنت کرد و در 20 سالگی درگذشت. علت مرگ وی هنوز هم برای مصرشناسان نامعلوم است. رامسس دوم به دلیل داشتن قدرت نظامی و آبادانی که در مصر ایجاد کرد به عنوان یکی از بزرگترین فرمانروایان مصر باستان شناخته می شود. او مانند دولت مردان امروزی ماهرانه دیپلماسی، راهبردهای نظامی و تبلیغات را برای اعتلاع مصر به کار گرفت. در زمان او بیشترین ساختمانها و بناهای مطرح ساخته شد، بناهایی که بسیاری از آنها هنوز هم در دسترس هستند. رامسس دوم در سن 92 سالگی و پس از 67 سال حکومت بر مصر، در حالی که بیش از 100 فرزند از خود به جای گذاشت، درگذشت. برخی او را فرعون همدوره حضرت موسی می دانند.
خشایارشا در سلسله 27 که مصر بخشی از امپراتوری پارس بود بر این سرزمین فرمان روایی می کرد. در آن زمان پادشاهان هخامنشی به عنوان فرعون شناخته می شدند. خشایارشا بزرگ به عنوان یکی از فراعنه به دلیل شهرت بالایش در این لیست جای گرفته است. او اغلب به عنوان فردی ستمگر به تصویر کشیده می شود. این احتمالاً به خاطر بی‌توجهی او به سنت‌های محلی بود که باعث شده بود مصریان او را دوست نداشته باشند. کلئوپاترا در زمان سقوط امپراتوری مصر به عنوان آخرین حاکم فعال بطلمیوسی فرمان روایی می کرد. اما شهرت اصلی او از طریق فولکلور، شکسپیر و هالیوود است. تفکیک کلئوپاترای واقعی و افسانه‌ای دشوار است. محققان معتقدند که تصویر او به عنوان یک اغواگر بسیار زیبا، زیرکی و ذکاوتش را کم رنگ جلوه داده است. کلئوپاترا یک حاکم زیرک و از نظر سیاسی باهوش بود. او موفق شد صلح و رفاه نسبی را برای یک امپراتوری بیمار به ارمغان آورد. داستان روابط عاشقانه او با جولیوس سزار و مارک آنتونی کاملا مستند است. اما کشف پیچیدگی‌های این داستان عاشقانه آسان نیست و تنها نتیجه غم‌انگیز آن بر ما آشکار است. خودکشی کلئوپاترا در سال 30 قبل از میلاد پایانی بر امپراتوری مصر بود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لایک کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید.